سلام بچه خوب میبینم با بازی 2025 PS 2025 من بارسا تیم خودم اومدم تو حذفی. این جام حذفی هم اینجوری نیست ولی حذفش کلا تو این لیگ کلا حذفشه. خب سری بریم سر بازی. لباس اولم اونورم بره لباس اولشه. چه ورزشگاه من اگه ورزشگاه من بود ورزشگاه من الان هالووینی شده و مراسم اولیه داره. خیلی جالبه داره. گلم میزنید خودتون ببینید مثلا اول بازی میشه میشه. من خودم بازی اینطوری کردم گلم میزنید اتفاقات باحالی. خب بازی شروع شد. سرعت به این بازی جلو اوه یه تنه داره همه این گل اول آقا. ای وای نرو وای این نشد. این بدیه آقا. پاشم باپه حالا بریم بر گل اول. ای وای برو تو گل. لبنش از 89 کردن 92 دقیقه 7 تیمشو خیلی قدرت ندارم همه یه ذره من شور میگیرم براش میتونم 7-8 تا گل بزنم. پاس درست شده خطرناک میشه. نه میزنی واقعا اینا تیم نیست. اگه میخوام اینا میتونن با دوازم بودن یکی دو گل زدن حالا این توی این بازی میتونن بودن. کاپیتان از این بر کاپیتان اونو میبره. خب هیچی میبره گل. که تو 20 دقیقه تونست هتریک کنه خیلی راحت. بعضی موقع ما شون میگرفتی تو PS 2025 میتونی ورزشش رو عوض کنی خیلی راحت. خیلی حتی خود بازی بهتون گفتم تو کلیپ های اول بهتون گفتم خود بازی بهتون اگه مثلا خوب بازی کنید بهتون جایزه و ورزشگاه و بازیکن و همه چی حرکت خب شد این چه پرکی پدید این نشد یه زباد عمقشو بیشتر میکنه. یه خیلی ساده این گل لازم میشه حرکه این باشه چون خیلی قشنگ میزد. خب این حرکه
هریکین پاس و هیت. او ایوه حالا ایوه بزن خطایی و دیوفا قرمز دور بشه نداشت چه اوه تمیزش کنم چرا میگه من خودش گرفت دیگه چون ممکنه این دفعه باز حواسم نباشه من هر وقت زرد بگیرم تمیزه کی خوبه نه خب نیمار الان فقط به داد چپ حرکت چپ امباپه رو داریم خب امروزه بیاریم بذار فنده خیلی بیاریم کنم خوب فندک میگیرم ای وای خب این اول تموم شد پاس هریکین بودو خیلی این برای گل چیپی ای وای ایو نره خط مثلا دروازه و اوتو اینا رو زرد کردم سفید بد بود خوشم نمیاد خیلی راحت خیلی برس بابا اسمو بگی بیازم خطا شد نه می دوستا چی بالاخره زدیم بالاخره مسی هم زد مسی دبل کرد هریکین هست خب بسم حالا بچه من الان تازه یادم اومد برای اینکه مثلا ورزشگاهتون رو مثل من کنید باید چند تا مرحله فوتبال رو رد کنید. حالا تو ویدیو اول گفتم که مثلا مرحله فوتبال اینا داره الان چون به روزرسانی میتونید کنید روزرسانی میتونید کنید مثلا میرید تو جام آسیای 2-1 اینا مثلا ببری بهتون میده دقیقه 64 قشنگ پرسشون کردم خیلی راحت قشنگ میدونم دروازه‌بان رو هزار اسکلشون کنم خیلی دروازه حالا ما که نمیخواستیم گل بزنیم خواستیم فقط با چیز بازی کنیم این دوباره هم بکنم بکن ای وای صبحش خیلی بد
این تو آفساید نبود. خب اینو هست دیگه. گابون از ما که بولو خیلی جلوه 5-6 جلوه. یعنی کسی اینجا هیچ اصلا مصر سر رفته دروازه‌بانه. دقیقه 86 خب خیلی راحت بردیمشون. یعنی بعضی جاها اصلا شول گرفتیم. به دفاعشون انقدر ضعیفه که برای ما که خوبه، برای اونا بده. بریم با یه دونه گل بزنه. با گل نزده. بده باپه. حتی دمنه همون چند گل زده. مثلا هریکه هتریک کرده، امباپه یه گل زده، مسی هم دبل. 3 دقیقه دیگه بازی تمام میشه. بچه ما این بازی رو بردیم. حالا من ادامه میدم بازم. ما بازی رو بردیم. پیج منو دنبال کنید، لایک کنید و تو کامنت ها بنویسید من با کدوم تیم بازی کنم. خیلی مهمه. خب علاقه شما مهمه دیگه. دقیقه آخری خب گرفتم شد. خب این بازی بردیم، خیلی راحت بردیم. 6-0. 3 تا هریکین، 2 تا مسی، یه دونه امباپه. پیج منو دنبال کنید، لایک کنید، فالو کنید و خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.